سلام. چیکار کنیم موقع مکالمه و صحبت با دیگران کلمات توی ذهنمون ردیف بشه و روون بر زبونمون جاری بشه، همچنین تخیل اونم پرورش پیدا بکنه و یک بداهه‌گویی خیلی خوبی داشته باشیم. خیلی تمرین و تکنیک هست. یکیش که خیلی موثره اینه: هرچی تابلوی تبلیغاتی و سردر مغازه و اسم و کلمه دیدیم توی خیابون باهاش داستان درست بکنیم و اون داستان رو برای خودمون بگیم. مهم نیست که داستان ما معنا و مفهومی نداره، مهم اینه که پشت سر هم چیده بشه. به مدت 1 ماه هر روز 5 دقیقه انجام بدیم، اثرش رو می‌بینیم. چیزی که توی تخیل خودمونه رو بگیم و انگار که داریم برای دیگران تعریف میکنیم، با همون لحن صدا همونو تعریف بکنیم تا جایی میرسه که خودمون کیف میکنیم از داستانی که با ذهن خودمون، با تخیل خودمون درست کردیم و دوست داریم